میدونستی اگر 30 روز هر روز 10 تا شنا و 30 ثانیه پلانک بزنی چه تغییرات شگفت انگیزی در بدن رخ میده؟ از عضلات گرفته تا سیستم قلبی و عروقی همه چیز متحول میشه. روز اول شاید حس کنی دستات میلرزه، سینه‌ت میسوزه و بعد تمرین ضربان قلب تندتر میشه. این یعنی بدن داره وارد حالت عضله سازی میشه و شروع به ترمیم فیبرهای عضلانی آسیب دیده میکنه. بعد از چند روز مغزت از طریق سیستم عصبی مرکزی ارتباط بهتری با عضلاتت برقرار میکنه. نتیجه شما شنا و پلانک رو راحت‌تر اجرا میکنی. در همین حین سطح کراتین فسفات توی عضلاتت بالا میره و توانایی بدن برای تحمل فشار افزایش پیدا میکنه. حالا بدنت تو بیشتر از همیشه کالری میسوزونه. به لطف افزایش فعالیت عضلانی، میزان متابولیسم افزایش پیدا کرده و چربی‌ها به عنوان منبع انرژی مصرف میشن. همزمان سطح تستوسترون و هورمون رشد هم بالا میره که باعث تقویت عضلات و کاهش چربی میشه. از هفته‌های سوم پلانک و شنا کم کم تاثیرشون رو میذارن. عضلات شکمی، عضلات پهلو و حتی عضلات پشت و لگن هم درگیر میشه و در نتیجه فرم بدن تغییر میکنه و احساس تعادل و استحکام بیشتری داری. حالا بعد از گذشت 30 روز یه نگاه به خودت تو آینه بنداز. بازوات حجیم‌تر شده، سینه‌ت فرم گرفته، شکمت محکم‌تر شده و حتی ظرفیت اکسیژن رسانی بدنت هم بالا رفته. یعنی بدنت اکسیژن بیشتری مصرف میکنه و دیرتر خسته میشی. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید.